میخوای از علی بابا خرید کنی، نمیدونی چیکار کنی، حتما این ویدیو رو ببین. برای خرید از علی بابا ابتدا وارد سایت علی بابا میشیم، alibaba.com. وارد سایت که بشیم، پنل شما رو یک سری آفرها که به شما میده که چه سرچ های قبلا شده. قبلا آیفون 15 پرو مکس سرچ شده، اسکوتر سرچ شده. حالا ما کار به این نداریم. یه موقعی هست تو قسمت پنل سرچ شما محصولی که میخواین سرچ میکنید. به عنوان مثال من میخوام ماژول P4 رو سرچ بکنم. P4 مدول. وقتی سرچ بکنید میزنید یه عالمه فروشنده به شما معرفی میکنه و قیمتایی که برای اون فروشنده ها از کمترین قیمت تا بیشترین قیمت بر اساس تعداد دارن. به عنوان مثال ما اولین لینک رو بررسی میکنیم. ببینید این فروشنده نوشته Popular Factory Custom Cheap P5 مدول. یکی از تولید کننده های پاپولار ماژول P5 که اینجا یه توضیحات راجع به این محصول داره. حالا چون بحث تخصصی نشه باز نمی‌کنم. نوشته قیمت از $4 تا $6. مینیمم اوردرم 40 تا دونه زده، یعنی حداقل خریدی که شما میتونید بکنید که به شما بده $4، 40 تا دونه است. حالا شما نمیدونید اصلا قیمت الان هم همینه، حداقل چه تعداد 20 تا لازم دارین، 5 تا لازم دارین. شما میاین گزینه چت رو کلیک میکنید و پنل چت برای شما باز میشه با توجه به اکانت علی بابایی که شما ساختین. حالا من یوزر پسمو نمیزنم. یک صفحه چت باز میشه، به فروشنده پیام میدید، باهاش صحبت میکنید و تمام اطلاعاتی که لازم محصولی که نیاز دارید رو به شما خواهد داد. ما درخواست میدیم که با ساپلایر چت بکنیم. پنجره باز میشه و شروع میکنیم به چت کردن. بهش پیام میدیم hello dear good day، یک احوال پرسی معمولی میکنیم و درخواستتون و کوتیشنتون رو ارسال میکنیم. به عنوان مثال من 50 تا دونه لازم دارم. میگم could you please quote 50 pieces P4 indoor module. اون به شما حالا الان که من پیام دادم به صورت پیش‌فرض و اتومات جواب منو داد و اینجا می‌نویسه که پیام خونده شده یا نه. الان ممکنه جواب منو بده یا نه. حالا یه موقعی هست شما خونه هستید یا با یه سیستم دیگه کار میکنید، دسترسی به اکانت علی باباتون ندارید، میتونید بهش بگین که شما رو به ویچتتون پیام بده یا رو واتساپ به شما پیام بده و در ارتباط باشه. من بهش میگم که اگر ممکنه ویچت منو اد کنه. آیدی ویچت هم بهش میدم، من رو اد خواهد کرد حتما و ما اونجا با هم در ارتباط. خب این از نحوه ارتباط گرفتن با ساپلایر. یه خوبی که این کار داره اینه که شما به شرکت‌های بازرگانی مثل ما نیاز ندارین که بخواین قیمت براتون در بیاریم، استلام قیمت براتون بگیریم. گاهن شرکت‌های مثل ما سرشون شلوغ، تو پاسخگویی تأخیر دارن. اینجوری خودتون مستقیم باهاش در ارتباطین، محصولا رو مقایسه می‌کنید، یکی یکی لینک‌ها رو کلیک می‌کنید، انتخاب می‌کنید. حالا ببینید با توجه به تنوعی که این محصول داره، ببینید قیمت ها هم متفاوته. $26 داره، $4 داره، $9 داره. اینا هم LED هایی که استفاده میکنن، هم کارخونه ها، هم با توجه به سابقه که این کارخونه ها دارن و اینکه اصلا دلالن، کارخونه مستقیم نیستن، قیمتاشون بالا پایین میشه. حالا چطوری بفهمیم که اصلا این کالا کیفیتی که ما میخوایم و داره یا نداره؟ ابتدا شما میایین روی لینک کلیک میکنید، برای شما مشخصات محصول باز میشه. یه ویدیو داره به صورت پیش‌فرض که داره این ماژول ایندور رو براتون میاره. کیفیت تصویری که اونقدر نمیشه تشخیص داد، باید حتما ازش یک دونه نمونه خرید بکنید. این پایین‌تر که میاین تمام مشخصات محصول رو به شما میده. به اصطلاح کجا کاربری داره، کجا هست، برندش چیه، چه مدل LED ایندور داره، آوتدور داره و قیمتاش. پایین‌تر میاین لایسنس های اون محصول شما میتونید مشاهده کنید و پایینتر ریویو محصوله. این ریویو هم خیلی تاثیر داره تو اینکه شما بتونید اعتماد بکنید خرید بکنید یا نه. مثلا اینجا یک نفر نوشته که من نحوه ارسالشون دوست نداشتم. 17 تا ریویو داره که شما 17 صفحه است که شما میتونید مطالعه کنید و مقایسه بکنید.
حالا میخوام بفهمیم که اصلا از این فروشنده خرید بکنیم یا نه. اول از همه همونطور اول فیلم گفتم اصلا نمیشه اعتماد کرد آیا این محصول مشخصات دقیقاً با همون چیزی که به ما دادن یا نه. لذا حتما باید سمپل خریداری بکنید. شما تو سفارش تو چتی هم که با ساپلایر کردین میتونید بهش بگید من نیاز به سمپل دارم. مثلا اینجا بهش بگین که I need sample، یا مثلا میگه I need to test sample، I need to test to buy a sample. بعضی وقتا سمپل ها رایگان هست، میتونید بپرسید is it free or charge میکنه شما رو. اینو میتونید ازش بپرسید، به شما میگه. آدرس تو چین، دفاتر چین میدین یا شرکت بازرگانی مثل ما، یا اگر خودتون دارین میتونید محصول رو داخل ایران وارد کنید، کیفیت رو تست بکنید هر چقدر نیاز هست، بعد سفارش بعدی رو بذارید. برای اعتبار، حالا میخوایم کالا رو اعتبار سنجی کنیم. اصلا ما نمیدونیم این طرفی که اونجا هست، این فروشنده علی بابا واقعیه یا یک آدم شخص کلاهبرداره. اکثر فروشنده‌های علی بابا واقعی هستند. نمیگم همشون واقعی هستند، ولی کلاهبردار هم توشون هست. ما به دو روش میایم که فروشنده‌های علی بابا رو اعتبار سنجی میکنیم. اول اینکه با توجه به نفراتی که داریم و دسترسی‌هایی که تو چین داریم، حساباشون، لوکیشنشون و اسم و مشخصاتی که به ما میدن و ما اونجا اعتبار سنجی میکنیم. این هزینه که برای مشتریای ما داره 400 یوانه، برای کسایی که از طریق اینستاگرام به ما معرفی میشن ما ازشون 300 یوان میگیریم. 300 یوان هزینه اعتبار سنجی داره. برای عددهای درشت که مثلا $10,000 $15,000 $20,000 دفعه اول یا دوم میخوان خرید بکنن، ریسک رو میخوان بیارن پایین، ما هزینه کارشناسیمون، تحویل حضوریمون توی چین، تمام حوزه میلند چین و خود چین $600 که ما از مشتری عزیزمون $450 دریافت میکنیم. بار براشون خریداری میکنیم، کارشناسی میکنیم، بهشون این اطمینان خاطر رو میدیم که این بار واقعیه. میریم بالا سر کارخونه فروشنده، قطعات رو چک میکنیم، تست میکنیم، تحویل میگیم و به آدرسی که اونا میخوان ارسال میکنیم. این نحوه سرچ کردن تو علی بابا است. حالا این موقع شما اصلا اسمو ندارید، میگم مثلا اسم کالا رو ندارم، یه عکسی تو اینستاگرام دیدم سرچ کردم ازش خوشم اومده. حالا بیایم من به شما یاد بدم چجوری با عکس سرچ بکنید. موقعی که علی بابا رو باز می‌کنید تو نوار سرچ، اینجا یک گزینه یک عکس دوربین هست. شما روی این که کلیک بکنید، اینجا از شما میخواد که اون عکس رو اینجا درگ کنید یا آپلود کنید. من قبل همین عکس ماژول رو برای شما سیو کردم، کلیک میکنم، میگم آپلود کنه. برای شما صفحه با توجه به عکسی که بهش معرفی کردین باز میکنه و تمام فروشنده های اون کالا رو به شما معرفی میکنه. حالا من بذارید من یک عکس دیگه اینجا برای شما سرچ کنم از گوگل که شما باز بهتر یاد بگیرید. مثلا من اینجا میزنم IC SM16703P که یه IC پرمصرف تو صنعت هست. میام این عکس رو به عنوان مثال سیو میکنم. سیو ایمیج از دسکتاپ IC SM. میام اینجا توی قسمت نوار سرچ گزینه دوربین رو میزنم و عکسی رو درگ. این آیسی رو برای من پیدا کرد. خب تمام فروشنده های آیسی، اما چون پارت نامبر آیسی خیلی کوچیک بود روی عکس دیده نمیشد، فروشنده های آیسی رو که شما پیام بدید بهشون، به شما حتما اون آیسی مورد نظر شما رو